سلام رفقا، چطورید؟ من هستم به یه ویدیو جدید خوش اومدید. آقا امروز براتون فرشاد فاخر آوردم. اگه نمیشناسید لینکش این پایین میذارم. حتما بعد از دیدن ویدیوی من برید اینستاگرامش رو ببینید، چنل یوتیوبش هم ببینید. خیلی این بشر سمی و هنرمند، اصلا از این بشر هنر میباره. یه ایده جدیدی آورده که تکست های رپرها رو و تکست خواننده ها رو میاد ملودیشون رو عوض میکنه و به ملودی و سبک خودش و سبک رپرهای دیگه میکس میکنه میخونه. بدون هیچ معطلی میریم ویدیو رو ببینیم. اگر دوست داشتید، اگر حال کردین با این ویدیو، دکمه لایک رو بزنید. اگر نظری رو تو کامنت بنویسید که باید بنویسید، یه چی انگلیسی بنویسید اون پایین. و اگر چنل رو سابسکرایب نداری حتما چنل سابسکرایب کن، اون زنگوله هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم پیغامش واسط بیاد. بدون هیچ معطلی میریم سراغ ادامه ویدیو. برو بریم. نمیتونم خرک سیاه بگیرم. تکس شایع روی آهنگ داریوش سمی واقعا. وقتی خودش هم شبیه داریوش هستا. بچه ببخشید هی پاوز میکنم. گل کیپا رو دیدم، همه چی کشیدم، همه جا چرخیدم، دادن اون که نمیداد و دیدم. چقدرم جدی. دادن اون که نمیداد و دیدم. فکر کن داریوش همچین تکسی روی آهنگش بخونه. مواد زدن رفیقامو دیدم، وقتی یه بود الکتوس شماره میرم، وقتی همه تلوهامو دیدم، نمیتونم خرک سیاه بگیرم. تحریراش هم مثل خود همون داریوشه. به خودمم ناموسن حال نمیده، هر عقب مونده ایروم فاز بگیره. همه رفتن فخار دراز کشیده. اینجا شایع میگفت که همه رفتن محمد رضا دراز کشیده، گفت اینجا عوضش کرد گفت همه رفتن فخار دراز کشیده. ایول دوست داشتم. نمیره میره آسه میره، دنبال چیم آدم ها، یکی میشه من یکی تو، شانس دیگه. بنازم استایل خود داریوش. چقدر قشنگ، چقدر خلاق. ایول دوست داشتم. معمولا محمد رضا شایع موقع نوشتن شعر تلو همون حسی رو داشته که داریوش اقبالی موقع خوندن آهنگ چشم من رو داشته. ملودی زیبای آقای شماعی زاده میتونه ما رو به راحتی بغضی و چشممون رو اشکی کنه. امیدوارم با این آهنگ کسی رگش رو نزنه. ای خدا، شایع رو تک کرده، داریوش اقبالی تک کرده، شماعی زاده هم تک کرده. خب تکس دیوونه رضا پیشرو روی ملودی همیرا. میدونی ترس مثل یه آتیشه، اگه کنترلش نکنی میسوزونتت. آره میسوزونتت. مگه دونه اسلحه میخوام، باید تو این دنیا تصفیه کنم، باید برگردم به اصلی خودم، باید بکشم مارای سنگی دورمو، باید بکشم مارای سنگی دورمو. جون بیا. بدم میاد تصویر خودم، بدم میاد مسیده شدم، بدم میاد دستگیر شدن، بدم میاد تصویه شدن و ورچیده شدن، بدم میاد سرچیده شدن، از خسیده شدن. دیگه نمیخوام نادون باشم، دوست دارم تو بارون باشم. کیا دنیای آروم دارن، کیا مثل من تاون دارن و آشوب دارن و خواب دوست دارن و خواب دوست دارن. بیا.
خیلی سمی شد. آقا رضا، من از طرف بانو همیرا از شما معذرت میخوام. بانو همیرا، من از طرف آقا رضا از شما معذرت میخوام. همگی معذرت میخوایم از مارهای زنگی دور و بر اطراف. محض اطمینان گوشیت زنگ خورد، جواب نده. راست میگه. اگه رضا پیش رو به زنگ زد جواب نده. آخرش وقتی بالاخره شیطان موفق میشه که گولم بزنه. ایول، این دوست داشتم. تا اینجا که دوتا کلیپا سم بود. ایول فرشاد، حلالت باشه. عشق تو دروغ بود دیگه، نه دیگه، نه من تو دیگه، عشق تو فراموش کنم. بچه‌ها میدونید چه آهنگی؟ قدیما میدونن. اونایی که یادشون میاد الان باید همسن سالای من باشن یا اینکه بزرگتر از من باشن. خوانندش سعید آسایشه. یه بار از اول. عشق تو دروغ بود دیگه، نه دیگه، نه من تو دیگه، عشق تو فراموش کنم، آتیش تو خاموش کنم، همه تو چشمات میگه، همه روی لبات میگه، عشقمو به بازی گرفتی، منو اشتباهی گرفتی، آخه مهره مار داری تو دلبری. بیا آهنگ مهره ما رو از سعید آسایش. اگه نشیدین تا حالا شما یک موزیک سمی رو هست. پس برید سریع بشنوید. این آهنگ تو دوره خودش ترکون، خواننده هم تو دوره خودش ترکون. سعید آسایش، مهره ما. آقا یه آهنگی هست که توش میگه دلم تهرانم تنگ ترت. یعنی چی؟ مگه تهران تنگه؟ تهران به این گشادی، به این درندشتی؟ فکر کنم منظورش اینه که دلم اونقدری که برای تهران تنگه برای تو تنگتره. در واقع باید بگه دلم اونقدری که برای تو تنگه برای تهران نیست. یا مثلا بگه که دلم بیشتر از اونقدری که برای تهران تنگه برای تو تنگه. یا مثلا بگه که دلم تنگتر از اون قدریه که برای تهران هست. اینجوری باید بگه، غلط نگارش اینجوری باید بگه ولی اصلا نمیشه. بعدی جور در نمیاد تو قافیه و توی روی فلو جور در نمیاد. دلم از تنگ جبل طارق هم تنگتره برات. یا مثلا بگه دلم تنگه مثل تنگه هرمز. یا مثلا بگه که دلم تنها ترین دلهاست اینجا که از دست رفاقت تیر خورده، دلم با پای خسته لنگ لنگام، تن زخمیشو از خوی تو برده. قدیما مونس و یارش تو بودی ولی حالا دلم تنها ترینه. چه خوش بودم با حرفای دروغت که عشق من پناه آخرین. عشق من پناه آخرینی. خستم من. سلام من به تو یار قدیمی، منم همون هوادار قدیمی، هنوز همون خراباتی و مستم، ولی به توی سر روی می شکستم. چاقی همه تشت لبیم، ساخی کجایی گرفت تار شبیم، ساخی کجایی رضا پیشلهی گفتا شکست ساخی کجایی که اعتبار می توی تو ساخی یو حلالت. این آهنگری که یاد میاد که میگفت هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم با دیگرونه، هم پیشم نمونه، که این روی یه ریتم شاد 6 8 فتانه میخون. هم نامهربونه، هم آفت جونه. خب این کاری نداریم، حالا بنازیم دور ورژن اصلیش رو واسهتون آوردم. هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم با دیگرونه، هم قدرم ندونه، هم دور هنگه، هم خیلی قشنگه، هم دلش یه سنگه، هم با من به جنگه. عالی، همینه. از این کاراش خبر دارم، اما چه کنم دوستش دارم. از این کاراش خبر دارم، اما چه کنم دوستش دارم، دوستش دارم.
قیافه‌شو نگاه کن. تم موزیک اصلیش همین بود. یه عمری میخون هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم با دیگرونه، هم پیشم نمونه. این همه بدی ازش گفتی، روی ریتم شاد و 6-8 آوردی. الان ما از کجا درک کنیم که تو مثلا احساسی خوندی؟ احساسی کرد دیگه. ایول. بازم کلام پیچیده توی کوچه همه خلافی کنن هرچی خلاف، چون گیر میده الان عکس نور داره کوچه و قرمزه، اما مهمونی نیست که یه دافی غیر بده. همه متوجه میشن و متفرق، توی جیبای ما چند تا مورد دستش. بچه گربه میشم من جلو کلام، از اون بچه های خوبی که مامان میشه فداش. بهش فاس میدم فکر کنه مهندسم، بهش میگم از رتبه و معدلم، بازشون منم یه پسر معدل. حاجی لبخند میزنن و میگن موفق باشی. وقتی دور شد که دیگه سرو شد، نبینم بچه ها میگن رپ شروع کن. اینو میخونم و یه قوطی دستم همش ببین 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 ببین. به من دست بر نزن، به من دست بر نزن، ببین ببین به من دست بر نزن. مرسی. خواندن دست بالاتر، سفت و یکه بالا تا ابد، یه مش سرباز باحال با من که هر کدوم واسه خودشون داستانا دارن. ما یه مش سربازی جون به کف، اسرائیل با اکیپ به ما جور پر، کمک حال همیم حتی با پول کم. یکم رپم و مزه کن جونه بر شور نه. میخوان برم یکم رپم و مزه کن شور نه. بچه ها اینم از ویدیو آخر. حتما پیجشو تو دیسکریپشن میذارم، برید فرشاد فاخر رو فالوش کنید. و اینکه اگر دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید، زیر این ویدیو کامنت بذارید زیر این ویدیو، و اگر چنل من سابسکرایب نکردی حتما چنل من سابسکرایب کن و اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم پیغامش واسط بیاد. در آخر ویدیو آخر این موزیکم تقدیم به همتون. با این موزیک خدافظی میکنیم.